شما میدونید که وقتی دوزخی را در دوزخ میپردویند قرآن میگه کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتیکم نذیر. همین دوزخی را اولین سوالی که ملائکه عذاب میکنش چی میپرسش؟ آیا در بینتون یگان آدمی بیم دهنده نبود؟ آیا در بینتون یگان آدمی خبرتون کنه که اینطوری دوزخ داره خدا جنت داره همطوری آدمو در بینتون نبود؟ بین از اینها میپرسه برادرای عزیز. بعد چی میگن؟ یا قالو بلقد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء این انتم لفی ضلال کبیر. میگه بودم ما میگفتیم که یا دروغ میگن، بودن ما میدیدیمشون مقصد، یا اگر در معرکه که می اعوذ بالله را سر میکنن و سگ میبرومی میرفتیم میفتیم خیلی مقصد یا یک دروغبان یا که یا خیلی یا همی کارشون همیه یا خلاص هر گمانهای بدی را ما در راست اینها را میدیدیم میفتیم خیلی همی یک فناتیکن و یک گمراهن هیچی نمیفهمن. بین سوال میشود از البته همینه که نبود با این تونده. پس برادرای عزیز یکمش از این شکرگزاری هم کنیم که شما بندگان خوشبختین که آگاهی پیدا کردین. الکی معناش همیه ای گپا معناش همیه که برادر عزیز دنبال ذخیره اعمال صالح شه که یک جای میره که در اوجا برای تو دست آویز در کاره ترا الکی آمادت کردیسن، ترا تیارت کردیسن. برای چی حضرت عمر گفت حضرت من مقصد حقیقتا بغیر نفسی خودم ترا مقصد دیگه از همه چیز دا بیشتر دوست می‌دارم، ایو تمدم ایو چمدم ای همه چیزی دارم مگر از جان خودم ده. لیکن بعدن حضرت گفت که تا اگر ای جانت هم دیده مرا دوست نداری مقصد تو ایمانت کامل نیست. حضرت عمر حقیقتا اندیشه کرد که آخه اگر حضور یعنی حضرت نمیشید، دعوت یعنی حضرت نمیشید، همین آدم که نمی آمد آخر با این احوالی که من داشتم با این رفتاری که من داشتم عاقبت من چی میشید؟ یعنی سبب نجات من، سبب عزت یافتن من، سبب اونه که حضرت رفته با چشم سر قصر مرا در جنت دید، این را من از کجا یافتم؟ همین پیغمبر نازنین یافتم. برای این برادرای عزیز و گرامی این چیزها را در ذهنتون بگیرین. فرصتاتون هسته، امکانیتاتون هسته. خدای مهربان از یک وضعیت خوب آورده است. از این برادرای عزیز استفاده کنید. این لازمه و این در کاره. سخنی را که از وحی الهی بود 4 چیزی که بود اگه دیگه مختصرش میکنم. گفت که سمتو که عن الباطل لی صوم. الله مهربان گفته بود است که کدام انسانی اگر همیشه زبانش از گفتن باطل اگر حفظ کنه در نزد من به مثال کسی است که روزه داره. میفهمین؟ میدونید چقدر روزه دار اگه پاداش روزه داره شما میدونید که روزه دار در نزد الله چگونه مقام و مرتبه داره. شما میگه همون مقام میگیری، تا همون منزلت میگیری زمانی که اگر از حرف باطل، از حرف بیهوده، خلاص که در صحبت داملا همین چیز بسیار زیبا و خوب صدا هم داد. ما وقتی که همین زبانه که اگر از گفتن بیهوده اگر توانیم کنترل کرده برادر عزیز، ببینی که نزد الله تو مقام روزه‌دار داری. برای چی حضرت میگه من یزمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی از من له الجنه. حضرت میگه که اگر تو گارانت یابتی که تا مردن ما بین پاما و زبان ما هیچ وقت آلوده نمیکنم، یعنی سخن زبان ما به بیهوده بین پاما به حرام، همین 2 چیز تو پیش من در گارانت یابتی که تا مردن تا حفظ شون که نگهش بدار.
از من له الجنه، منم گارانتی میتونم تو جنت میره. من دارم همین مقام و همین قدر مقصد نزد الله مهربان قیمتی که دعوا کنم با همین سخن مطرح داخل جنت کنم. تو فقط همین دو چیز رعایت کن. امروز داملار از صحبت گوش کن، یک گپی معقول بودن. یک چیزی بود که مثال همین حاضر همون دهن بندوی که داریم، یک خوبیش بود در همین یکی میدروی گپ نمیزنی، میدروی مخصوص ترست و خمیشینی میفورد یک بوگی گپ زنم دهنی بسگی دهنی تو بازی گپ زنم، همین چیز مانع شده است. بسیار گپی معقول که همون را دهن تا بست، همین دهنی بسته نمی خودش علاقه همین چیزی است که همون حکمتی که داملا گفت، همون کرونا هم حکمت داشت، همین یک حکمت است. از بس که ابوبکر صدیق که حرفی به جا نداشت، اونها وقتا مسکن نداشتن، میگه از سنگ در دهنش میگردون که من حرفی بیهوده نگوم، که ابوبکر صدیق که خاک پاشیم و حرفی بیهوده میگه، او سبحان الله مونده الحمدلله مونده سخنی بیهوده میگه رنگیمون. لیکن کارهایی میکردن که مقصد تا ما هم به همون چیزها ما پیروی کنیم. دیم چی گفت؟ گفت حفظ کل جوارح عن المحارم لی صلات. بین این جسد زیبایی که الله در ما آفریده برادر عزیز، میگه ایره تو از هر چیزی که من او را حکم حرام دادم، او را برای تو مقصد من کردم که ننوشش، نخورش، نپوشش، نگو. هر چیزی که حرام کردم همین جسمی زیبا تا از همو حفظ که تو در نزد من مثل نفری هست که 24 ساعت در نمازی. تمام لحظه تو نماز نویسانده می شود، به شرطی که شما وجودتان از حرام برادر عزیز نگه بدارید. ولی یکی از سبب‌های همین میدونین که همون پرده بدن بین من و بین الله دعام همین است که حلقهای ما برادر عزیز از تناول یا از مثال نوشیدنی های مکروه، مقصد بگیم مشکوکه یا حرامه، هر چیزی که آلوده می شود حتی مانع هم می شود. و حتی همین فرزند هم میدونی که لقمه تاثیر داره. برای همین بسیار این هم خیلی و خیلی مهم است. خیلی لقمه هم بسیار مهم بود است که مثل حکم نماز داره. سیم و ایاسک عن الخلق لی صدق، تکیت از مخلوق بردار، تکیت بر من بگذار، مثل نفری هستی که دائم خیر و احسان داری. یعنی هیچگاه ایتا بگیم که پایه مستحکم مخلوق قرار نتی. خیلی که امروز برادر عزیز میبینیم که در روزمره خودمون امروز هر نفر برای خودش گفتی همین اصطلاح امروزه یک کریشه داره، لیکن نمیداند که این کریشه هم غلطیدن داره، شکستن داره. ممکنه که گفتی همین حضرت داملوز بسیار صحبت خوب کرد، همون بنده که در همون بستگی بود قطعی همون کریشه بخیزی برای ایشا ممکنه که او کریشه بلا بشه قطعی هم دون بیام دا برای و مخلوق تکیش همین برادر عزیز. حضرت مولایی میگفت از خدا خواه هر چی خواهی ای پسر، نیست در دستی خلایی خیر و شر. دستی مردم در نی خیره نی شر، ای خدا بخواه هر چی میخواهی. بعد گفت هر کی خواند غیر حق را ای پسر، کیست در عالم از او گمراه تر. غیر خدا را خواندگی آدم در از او در گمراه تر در روی عالم کیه دیگه. برای این حضرت ابراهیم وقتی در آتش میپرتافتن برادر عزیز، بین حتی جبرائیل هم جواب داد. تصور کنین
این مرتبه و مقام حضرت گرفته بود، میگه کان آخر کلام ابراهیم حسبی الله و نعم الوکیل. آخرانی که پرتفتش در آسمان باید برود در قعر مقصد اما آتش بزنه، یک آتشی که اوجا خدا دانه گرادوسی را دیگه هیچ کنه میدونه، اوجا ماها هیزم جمع کردگیه دیگه پرنده در بالای پریده نمیتونه. در درون همون وقتی برای تکیه با الله چیکارش کرد؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. مادامی که این بنده به من تکیه داره، از من کمک طلب کردیسه. زمانی که همین آمد در حال خنک شه، قبولش که مهمانه، قبولش که خنک شه، یکی با خنکی نشه که با خنکیش بزنه. سلامت به معنای که ها سلامت نگهش بدار. این الله ربی برادرای عزیز، پیغمبرم از داخل جوگه خوابش بیرون شد. این تکیه با الله که بود، مردم سحر تا بگر خواب کردگی بودن. میگه کاردا هم از زهرالو تیار. یکی وقتی برآمدن چی شید؟ برآمد همه چشما پوی خوابشون بود. حضرت آزاد برآمد بررفت. یعنی هر کی تکیه با خدا داره، حضرت میگه چی هست؟ نزد من مثل کسی است که همیشه سخاوت داره، سخیه. چهارم بعد گفت و کفک الاذی عن المسلمین لی جهاد. بین مردم مسلمان آزار نته، تو در پیش من به مثال مجاهدی در راه خدایی. بنده های خدا را آزار نده، بنده های خدا را زیان نید. از زمره آدم های زیان آور نباش. الله میگه چی میکنم؟ درجه و مقام مجاهد هم میتوند. خدا رحمت کنه حضرت مولانا رو میگو که بالا نپرم نه لکلکم من. خلاص همون یعنی همیشه ما یک آدمی عادی مقصدی تری فعلی تری گردن بلندی و خود پرستی و خود نمایی ندارم. بالا نپرم نه لکلکم من، کس را نگزم که نه سگم من. بله مقصدی آزار دادن و گزیدن و همه ای کاری مقصد اونو سگ اساقی کار انسان نیست کو. برای این اگر ما از این چهار چیزم برادرای عزیز که خدا رحمت کنه ابن حجر اسقلانی را که جمع آوری کرده است در کتابش که بسیار سخنهای نیک گفتند، اگر ما با هم بتونیم خودمان مطابق کرده، انشالله همین مقام و منزلت ها را ما و شما هم گرفتن میتونیم. الله قیبتون اونا بخیر، ایمان اونا بسلامت نگهداره و روزن را خوش نازل و آفت و بلا را دور گردن. آمین.